بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، پدران و مادران عزیز، امروز میخواهم یک قصه خیلی تأثیرناک که در حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم رخ داده بود برای شما بازگو کنم که شاید درسی برای هر یک ما و شما باشد. برادران و خواهران، پدران و مادران، ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه روزهای سخت را پس سر کردند. حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم و دختر او را ببینید که چگونه میگذشت و حیات خود و حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم را مقایسه کنید. میگوید روز پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی یک صحابه خود که نامش عمران بود چون این گفت: ای عمران، من تو را خیلی دوست می‌دارم، میخواهم که همراهی من به خانه دختر من فاطمه رضی الله عنها برای خبرگیری برویم. عمران باشد گفت: ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، با جان و دل قبول، البته که همراهت میروم. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه عمران به سوی خانه فاطمه ره سپار شدند و به نزد دروازه حضرت فاطمه رضی الله عنها رسیدند. پیامبر باشد دروازه خانه فاطمه را تق تق زد. فاطمه از درون خانه صدا برآورد: کیست در پس دروازه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: دختر جانم، من هستم، پدرت محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای فاطمه، همراه من یک شخص با نام عمران هست، آیا اجازت میدهی که همراه من به خانه تو درآید؟ فاطمه گفت: ای پدر جان، به خدا قسم در تنم لباس ناخوب دارم، یعنی لباس خوب در تنم ندارم و در بالای سرم یک رویمال خورده دارم. اگر عمران مرا با چنین لباس بیند مگر گناه نیست؟ مگر در پیشگاه حضرت خداوند جل جلاله من گناهگار نمی شوم؟ پیامبر باشد رویمالی که در میانش داشت او را به فاطمه داد و فاطمه سرش را پوشانید. بعدم پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه عمران داخل خانه فاطمه شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از فاطمه پرسید: دختر جانم، چه حال داری؟ زندگیت چه خیل است؟ فاطمه باشد زار زار گریه میکرد و میگفت: پدر جان، چند روز می شود که در خانه چیزی نداریم که بخوریم، از گرسنگی بسیار بیمار شدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر خود فاطمه را در آغوش گرفت و گریه کرد. گفت: دختر جانم، میدانی آخر من هم 3 روز می شود که چیزی نخوردم. فاطمه را بوسه کرد و گفت: ای فاطمه رضی الله عنها، غمگین مشو، زیرا گرسنگی این دنیا می گذرد و در جنت تو سردار زنهای جنتی هستی. ببینید ای مسلمانان، ای برادران و خواهران عزیز، که سردار ما منجی عالم بشرت چگونه روزها را پس سر کرد و این قصه ای که من کردم باید درسی برای من و شما شود. این قصه در کتاب مکاشفة القلوب که امام غزالی این کتاب را نوشته است، صحیفه 160 از روی این کتاب یعنی نقل کرده شد. و در آخر از هر یک شما خواهش دارم برادران و خواهران عزیز، در حق ما مسلمانان، همه مسلمانان، دعای نیک را فراموش نکنید و همه وقت دعا را خواه در پنهانی خواه در آشکارا در حق برادران و خواهران ما که دور از وطن هستند، چی در داخل وطن هستند و چی بیرون، در حق هر یکی آنها باید دعاگو باشیم. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله صحبه اجمعین.